یک شهریور در تقویم کشورمان زاد روز حکیم ابو علی سینا و روز پزشک نامگذاری شده. از زمانی که کرونا آمد این پزشکان بودند که نامشان بر زبانها بود، اما امروز به بهانه روز پزشک سراغ پزشکی موفق که در طول روزهای سخت کرونا در کنار بیماران و شریک درد آنها بود. الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما عزیزان بزرگواران. امروز به مناسبت روز پزشک یکم شهریور ماه خدمت جناب دکتر احمد قبا متخصص داخلی شهرستان ایرانشهر خدمت این بزرگوار اومدیم. جناب دکتر خودتون برای ما و بینندگان عزیز بیشتر معرفی. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده دکتر احمد قبا متخصص داخلی هستم که در حال حاضر در شهرستان ایرانشهر مشغول به فعالیت هستم. دوره پزشکی رو از سال 1376 در زاهدان شروع کردم و در سال 1384 فارغ التحصیل شدم. بعد از طی دوره سربازی که در منطقه چابهار پایگاه هوایی کنارک بود، در منطقه آشار به عنوان پزشک خانواده در طرح پزشک خانواده و بیمه روستایی مشغول به فعالیت شدم که در واقع دوره خوبی رو در خدمت به مردم منطقه محروم آشار، ایرفشان و کزور تجربه کردم و پس از اون بعد از 2.5 سال حدوداً به ایرانشهر منتقل شدم و در بیمارستان ایرانشهر استخدام شدم به عنوان پزشک اورژانس و در سال 1392 برای ادامه تحصیل در رشته تخصصی داخلی در زاهدان به مدت 4 سال مشغول بودم و از سال 1396 پس از فراغت از تحصیل در شهر ایرانشهر مشغول به فعالیت می باشم. از سختی‌های هنگام کرونا برامون بگید. بیماری کرونا با شیوعش متاسفانه تحولات بدی ایجاد کرد و تغییراتی که در حیطه کاری پزشکی ایجاد شد در ابتدای دوره کرونا با توجه به اینکه اطلاعات ما و داده ها محدودتر بود نسبت به بیماری و آشنایی مردم کمتر بود، یه ترس و وحشتی وجود داشت از خود بیماری و همین باعث ایجاد محدودیت هایی شد برای هم کادر درمان و هم برای مردم و هم بار کاری پزشکا و پرسنل درمانی بیشتر شد و هم اینکه در تعداد شیفت ها بیشتر شد. در دوران کرونا متاسفانه یه زمانی بود که ما متخصص داخلی در ایرانشهر نداشتیم و بار بیماری های عفونی و خود بیماری کرونا که شیوع بیماری و تعداد مراجعین چند برابر شده بود بر عهده رشته داخلی. بزرگترین آرزوی شما به عنوان یک پزشک چیه؟ بزرگترین آرزوی من برای خودم خوشنامی و عاقبت بخیری هست و اینکه بتونم به بهترین نحو به مردم خدمت کنم و مفید باشم. منتها برای مردم خودم آرزو دارم که آرزوم برای مردم خودم این هست که به سمت علم رجوع بکنند، آگاهی بخشی و سطح سواد بالاتر رو برای مردم خودم آرزو میکنم و اینکه به حق و حقوق خودشون آشنا باشن و به تحصیل بچه‌ها اهمیت بدن و با توجه به اینکه ما کمبود نیروی زبده به تمام پزشکار ایران دکتر احمد قبا. اخنی عشقی وطنم باید صدایت بزنم، باید کنارم بمانم، شعری و شوری وطنم وقتی صدای